برای بالانس استخر سریزت یا جکوزی سریز رو خودت محاسبه کن. چجوری بهت میگم؟ شما به ازای هر نفر 190 لیتر فقط در نظر بگیرید و ما در کتاب البته گفته شده در واقعیت 250 لیتر برای هر نفر که میخواد استفاده کنه مصرف کننده در نظر میگیریم. به ابعاد استخر خیلی مربوطه میشه، تعداد نفرات مهمه. و در مورد اتصالاتی که روی منبع بالانستون حساب میشه، اینا توجه شد 1/3 همیشه باید پر باشه، 2/3 خالی باشه همیشه در حالتی که بالانس هست. برای تخلیه نظافتش هستش، برای به سمت پمپ میاد که باید حتما سر راش در واقع یک صافی سپس شیر یک دفعه قرار بگیره که آشغال توی شیر یک دفعه نره. پرکن از بالا میتونه مکانیکی یا برقی باشه، در واقع شیر برقی. اگه شیر برقی باشه طبیعتا یک کاب باید داخلش به صورت شناور از داخل این عمودی بالاش در نظر میگیریم اینجا رو غلاف که داشته باشیم برای اون کابله. و این هم پرکن حتما دقت کنید از بالا حتما تو منابع بالانستون بریزید که در واقع آب بند بشه. به همین راحتی خودت محاسبه کن و خودت بدون